الان دیگه واقعا دیرم شده. پس خوش اومدیم به پارت دوم آرایش‌های سریع. همون ریلز قبلی اول ضد آفتابمون رو میزنیم. واسش این ویدیو برای کسایی که خط چشم و ریمل خیلی براشون مهمه و اینم بگم قراره خیلی شبیه ریلز دیروز باشه. بچه‌ها روشونه رو بالا پایین زدم. من خودم توی میکاپ ریمل اصلا برام مهم نیست، چون مدل موجه ها حالتی که داره زیاد با ریمل تغییر نکرده و فقط وقتی ریمل میزنم که سایه پودری زدم و میخوام اون پودری که روی موجه هام ریخته از بین بره. برای حالت دادن موجه ها نه، چون حالت نمیگیره. حالا امروز میخوام یه محصولی رو تست کنم که ببینم روی موجه های خودم چقدر جوابه، چون برای بقیه خیلی پرطرف داره و میدونم خیلی کارشون رو راحت کرده. این شابلون قیمتش زیر 50,000 تومانه. امروز من فقط ریمل رو باهاش میزنم، خط چشمو به خاطر اینکه با دست خالی خیلی راحت ترم، ولی ریمل میخوام امتحان کنم ببینم چقدر جوابه. ببین این قسمتشو میذاری بالای پیک و موجات رو ریمل میزنی. من این شکلی نشون میدم چون نمیتونم بدون آینه واقعا. چقدر خوبه، ببین خیلی خوبه. نگاه ببین، اصلی ترین دلیلی که من هیچ موقع ریمل نمیزنم اینه که ریمل به پشت پلکم میخوره و سایه و هر چیزی که زدمو خراب میکنه. همین نمیزنم. راضی بودم، واقعا راضی بودم. حقیقتا خیلی خوبه، خیلی پسندیدم. بریم بعدی. موجه پایینم حتی میتونین باهاش ریمل بزنید. ببین اصلا پشت پلکم نزدم. اینا من موجه‌های پایین فقط اینو باید بشونید که هر سری حتی اگه بخواید خط چشم بکشین با این لبه هاش یا با این قسمتش میتونید خط چشم بکشین یا حتی با این قسمتش و با زیر 50,000 تومان شما میتونید خط چشم ریمل خیلی سریع داشته باشین. مرحله بعدی یه حجم بندی میذارم و فقط میرم. خیلی دیرم شده، واقعا دیرم شده. همین حالا کسایی که موجه‌های بلندتر پرتری دارن خب مسلماً آرایششون خیلی هم بهتره و کلا من الان فقط ریمل زدم که بهتون نشون بدم که با این محصول میتونین یه خط چشم ریمل سریع داشته باشین برای وقتی که دیرتون شده. فعلا همین. خدافظ.